حرکت زیبای مامبا در طناب زنی. برای شروع این حرکت رو تمرین می‌کنیم. 2 تا سمت چپ، 2 تا سمت راست. به محدوده‌ای که دست ما در مامبا حرکت می‌کنه دقت کنید. در مرحله بعد یکی از دسته‌های طناب رو روی زمین رها می‌کنیم و نزدیک سطح زمین می‌چرخونیم. در حین چرخش طناب رو به سمت پهلوی مخالف میبریم و با دست مخالف دسته طناب رو میگیریم. افراد راست دست در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و افراد چپ دست در جهت عکس میچرخونند. مدل نادرست چرخش به این صورت و طناب به شکل اس انگلیسی به نظر میرسه و مدل صحیح چرخش به این صورت و طناب به شکل سی انگلیسی به نظر میرسه. در ادامه حرکت سایت سوینگ دوبلو تمرین میکنیم و در مسیر انجام این حرکت دسته طناب رو پرتاب میکنیم، طناب رو میچرخونیم و دوباره دسته طناب رو میگیریم. یه بار دیگه دسته طناب رو روی زمین رها میکنیم، طناب رو میچرخونیم، به سمت پهلوی مخالف میبریم و از همون نقطه حرکت مامبا رو شروع میکنیم. نکته مهم در حرکت مامبا گرفتن دسته طنابه. قبل از گرفتن دسته طناب، زمانی که دسته طناب به پهلوی مخالف ما رسید، برای کم کردن سرعت طناب با مچ دستمون به دسته طناب شوک وارد میکنیم. دقت کنید درست در این لحظه. حالا در حین طناب زدن و همراه با رقص پا مامبا میزنیم و در پایان بعد از انجام حرکت مامبا طناب و زیر پا نگه می‌داریم. حالا نوبت شماست که این حرکت زیبا رو انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید.